السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک برادر سوال کرده که مولوی صاحب، مولایی که جین خانی میکنن، رقیه خانی میکنن، دعا و کینه میکنن، قصیده میخونن، آیا در عوضش پول گرفتن از ما جایزه؟ حلاله برای مولا که برای همین دعا خانیشون پول میگیرن یا برای آنها پول دادن جایزه؟ یعنی منظورش که حلاله این پولی که در عوض دعا میخونن؟ بعضی ها فرموده بودن که نباید مولا وقتی دعا میخونه یا کار شریعتی را انجام میده در عوضش پول بگیره. بعضی مولا هزل میکنن، میگن که جبرائیل گفت بر مصطفی دعا و تومار بدون پول ندارد شفا. یک هزل، یک شوخیه. نه که هر مولایی که جین خانی میکنه یا که قصیده میخونه، دعا خانی میکنه، در عوضش پول بگیره حلاله. هرچی اگر همو کسلی بوده، صاحب کسلی بوده، مولا نگه کمه، نگه زیاده، نگه که من راضی نیستم، انشالله حلاله. نه که مولا گفت کمه و قصیده من 100 سمه و جیمبروریم 200 سمه و یا که دعاخانیم یک گوسفنده یا کینم 20 سامانه و نرخ بمانه، در این حالت برای مولا حرامه. طمع خودش حرامه، یعنی طمع کردیست. هرچی اگر همو صاحب کسل یا که هم مریض خودش داد، انشالله درسته. دلیلش همی در صحیح بخاری در باب فضایل قرآن حدیث میاره. ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه که ما با چند نفری در سفر بودیم، یک محل رد شدیم، یک دفعه خواستیم در اون محل استراحت کنیم که یک کنیزی آمد گفت که سردار همین محل مار گزیده، آیا در بین شما مردی هست که دوا و درمان کنه، یعنی دعا بخونه؟ میگه یکی بلند شده، ما هم گفتیم که بریم گوش کنیم که چی میخونده باشه، ای که ورودی میخونه یا درودی میخونه یا که اگه دعای خاصی داره میخونه. خلاصه میگه رفتیم گوش کردیم که سوره فاتحه را خوند، با چند آیتی از کلام الله مجید خوند. بعدن میگه به فضل پروردگار او سردار خوب شد، مریضیش خوب شد. سردار خیلی خرسند شد و بعد میگه چند گوسفند دید. ما گوسفندا را وقتی که گرفتیم اومدیم، یکی گفت که برای گوسفندا دست نزنین، بیا بریم اصل واقعه را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کنیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم آیا همین را جایز میدونه و ما دستور بده که حلاله. بعدن ما این را میکشیم و کباب میکنیم یا هر چی غذای درست میکنیم میخوریم. وقتی اومدن به مدینه به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردن، رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که چی خواندین؟ گفت از کلام خدا سوره فاتحه با چند آیتی. گفت درسته. گفت برای اطمینان گفت برین ذبح کنین، غذا کنین، یعنی کباب کنین، هر چی میکنین برای من هم بفرستین. پس معلوم میشه که درسته. خداوند کریم ما و شما را عامل بگردانه.